ما هیچ گناهکار نیستیم. گناهکار باشد آن شخص گناهکار است. بیایید اما یگان مشکلی نکرده در اینجا خاموش شینید. جناب پلیس گوش کنید. یک نفر این شخصی که شما دستش رو داشته جناب اکرم است. این یک شخص بسیار بالامقام است. شما چیکار میکنید؟ من باشم راننده این کس هستم. علاوه بر این فکر مرا در پس پنجره پرتافتن رو از سر دور کن که وزنت میغلطه. تو چی گفته ایستاده‌ای؟ تو مرا تهدید کرده ایستاده‌ای؟ برادر در کشا؟ نه برادر من تهدید نکردم. آقای اکرم بخشی طرف رسید. برادر گوش کن. آقای پلیس همین را دانسته باشید که نبیره بابای اکرم همسری کمیسر اونال است. البته برادر البته. بیا پیش در. دیگه دست چکین تای کردم من. با کجا؟ دروی. تو؟ من؟ احمق تو در اینجا چی میکنی؟ آخر این سوال رو من باید پرسم دام لازمی؟ شما در اینجا چی میکنی؟ مرا به حالم گذارید. من کی از شما خلاص میشم؟ روید از پیش من. خطا گفته. از شما نه از تو. داملازیا با مای اصلی رفت خورسن میشه. تنها هستن. ناموزش رود گم شود. دیگر نآید. او ساختکار است. دیوانه. این آدم چیست؟ چرا درباره داماد من این خیلی گپ میزند؟ بابی اکرم این آدم 99% بیخبر. موقتی داملازیا شوخیش میکردیم برای همین گفتیم. این بیچاره ماشین مردکشک 126 بار زد. این جایی که به هم ماشین مردکشک برنمیشت. خدا قبول کند. دیوانه اساسی این است. راستش دامولای ساختکار دوست این است. دامولای دروغگو و ساختکار است. دیوانه است. شما مگر خسر او هستید؟ بله دامادم است. شوهری نبیرم. دختر حیف شده است. بسیار حیف شده است. چون او دروغگو دامولای ساختکار فریبگر می باشد. او دیوانه است. مرا از اینجا فرارید. هی برادر یگان کس هست سالیست که سببیت نگاه کن. اینجا چی گپ است؟ چی میگویی؟ در راننده کشوی تو آقای اکرم؟ چی آقای اکرم میگویی؟ مرا از اینجا براره؟ البته کجا؟ کشوی برای سردارم راستی گپ همه خیلی شده؟ وقتی گذاشتن ما چراغک او قدر سرخ نبود بخدا. چراغک را اون آدم سرخ گذاشت چرا که ما بیانو دهیم بخدایی؟ نمیفهمم. همین طور؟ بله. عجیب. در حقیقت بسیار عجیب می نماید. چون که با بیانات داده راننده دیگر عریضه شما زید می براید. بنا میخواد دروغ میگه او آدم. چون که چراغک را شما سرخ گذاشته و به همسید بیچاره من شما فشار آورده. آخر یا خدا توبش خل نداشته در اصل او به ما فشار آورد. اما جنگیده ایمه؟ در سگ نزن. بخشش که عصبی شدم. تو راننده مرا دروغگو میگوید؟ بابی اکرم نوکی زبانم بسوز اگر من دروغگو گفته باشم. آخر دوست شما دوست من است. راننده شما راننده من است. سردارم ما راننده داشته بود است. ما این کمر بخبر گشته. لوین خاموش. آقای اکرم یعنی شکر که به شما هیچ چیز نشد. خیز بیا رویم پسرم. با کجا خیر؟ رویم گفتم کو رفته ایستاده ایم. مگر همین خیل میشود این خیل رفته نمیتواند. اول یک بیاناتتون رو میگیرم یعنی خطا نفهمید کار همین رو طلب میکنم. کار طلب میکند بیاناتم رو میگیریم. بله. من حالا از تو در اینجا یک بیانات میگیرم. تو باشی از بیانات گرفتن پشیمان میشوی. رفتیم. آقای اکرم لطفا خواهش میکنم. یگان کار کردن نمیتوانی. آقای اکرم رفتیم پسرم. با رفتنتون من اجازه داده نمیتونم. هی داماد یک روز قلم همین روز از بیانات گرفتن دستکش که زن و طفلی به دنیا آمده ات را فکر کن. حیف بر تو. آقای اکرم من زنم را بسیار دوست میدارم اما شما اجازه نمیدهید که ما خوشبخت شویم. زنت را بسیار دوست می‌داری؟ بابای زنت را به محبس میپرتایی. بعد باشد بسیار دوست می‌داره میگویی؟ شرم نمیداری؟ آقای اکرم گوش کنید در نزد همکارانم عیب میشود. اینها را بعد گپ زنیم. میرویم. بابا جان خوب هستی؟ جانم خوش آمدی. اونا
خوش آمدی جانم. نه یگان چیزی مهم نیست. بیا رفتیم. بابایم در اینجا چیکار میکنه؟ تو چیکار کرده ایستاده؟ آخر تنها بیاناتش رو میگیرم عزیزم. حالا هم بیاناتش رو میگیرم گفتش درسته؟ بیا رفتیم. من حاضر میایم. میل است در بیرون انتظار بشیم. سردارم با اجازت شما من برایم. روید از پی کارتون شوید. اما چه جون؟ اونال تو خوب هستی؟ چیکار کردنت رو میفهمی؟ چی خیال کار کردنم رو میدونم حاله. من کارم رو کاری دادم. بکن کارت رو بکن. تو دویم کارت رو میکنی. یعنی کاری که از ما دیده بالایش میدونی. آفرین سلامت باش. تشکری زیاد. زنک جان حله. ها اکا جان کدام شمال شما رو به اینجا آورد؟ کدام شمال میشد لبین؟ شمال ینگه گلیت. به هوا و شمال این مگر رسیدن ممکن است؟ خیری باز سر نکن، خاموش باش. چرا سر نکنم؟ چرا سر نکنم؟ عجایب کارها داریه؟ چی شد است آخر؟ رقص تانگو بود است، تو آن را میدانی. هم اپای نرگس و انوره سر میکردن. یک دقیقه شما مگر به رقص تانگو مشغول هستید؟ انا آخری کارهای عجایب و غرایبی ینگه گلیت. کسی که چیکار کند این هم کردن میخواهد. این چرا او این را میکنند من نمیکنم. او میرود من هم میروم. او به آنجا رفته است من هم میروم. انا یا بگیر آخر همش خود نمایی است. از اینجا به آنجا، از آنجا به اینجا باز اقلا تو آخر دوام دهند نمیشه. با کرسی پاراشوت در اومد. تو نیمش آمدن را ترک کرد. ای خدایا توبه. ای به خدا که گلی مانند این کودک استوار نیستی. انا بین هیچ نباشد بردوام به مکتب میرود. چه خیلی نباشد در موضوع استوری طرف مدرسه رفته است. پسرم تو طرف من رفته ای ها؟ بله پدر. ای صفتن نگو خیری. چی مشکل است آخر؟ رقص تانگو بوده است. دو نمود رقص رو میآموزیم. تنها رقص تویانه رو میتوانیم خلاص. ای ینگه اکا اجازه ده من گردنم آخر. با اینجا چرا اومده این رو پوسنیم؟ انا حالا امروز در سیجان تعطیل بود. از همین سبب با ما سورپری شد. انا ما باشه با کورس رفته ایستاده جای ماندنمون نبود. در خونه خودش تنها ایستاده نمیتواند. با کوچه میبراید. بعد ما باشیم ساعت‌های درازی رو جستجو میکنیم. خوبش گفتیم با نزد عمکش بریم که تو با آخر رسیدن کورس نگاهش کنن. آخر اکا من سیجان رو چخیل نگاه کنم. مگر اینجا بغچه کودکان است؟ چی شد است کی؟ مگر از اینجا دیده برای کودکان دیگر جای بی خطر هست و تو کپ نداره میلیون. این رو از تو انتظار نبودن. چی میکند آخر؟ کودک فرودکک است. چی میکند ها؟ تو هلیکوپتر جنایتکاران رو میگریزاند مگر؟ ها بسیار فکری خوب پدر. تشکر. برادران عزیز مؤمنم، در روی زمین کوشش کنید که عملهای صالح کنید، کارهای حلال بکنید. برای کارهای بدی کردهتان هم خودتان را میسازانید، هم مانند ما انسانها را با عذاب و عقوبت گرفتار میکنید. امین باشید که گندم کاشید گندم، جو کاشید جو بگیرید. آقای پلیس یک دقیقه این برادر را به کجا میبرید؟ عجبا، یعنی در این کار بیگناه بودن مرا فهمیدید؟ این آدم را به سود میبرید. از آنجا باشد احتمال کلان است که راست به محبس. چی؟ به محبس؟ عیناً همین خیر. اگر بسیار خواهی تو را هم برده میتوانیم. جای خالی داریم. نه من نمیخواهم برادر. ما با این برادرها صحبت داشتیم. کاش او را بخشند. چی گفته ایستاده بودیم؟ انا با یادم آمد. برادران گرامی، زیناکاری بدترین گناه است. اکنون یکل شدیم ها. ما یک کمک دولت بکتا آوردیم. آفرین، یعنی دلی ما را شکستی. اما چون در وزنیت دیدی لوین تنگه گلی اکای خیری گفته در گردمون پروانه میشوی ها. تمام فهمیدم میلش. اگر نگاه کردن تاونی ما حل میکنیم. تمام. نه اگر دلت خواهد میلش شکر بیا سیجان رو نگاه میکنم. من رو نگاه میکنم. خیلی طور باشد. گوش کن. مانده نباشید. این رو میبرید؟ بله سردار، ماشین کم در پس می آید. سرده پدرم رو سرده او رو میپراند. اکم رو سرده. هیچ از گازو بعد اگر خواهشم را ایزار نکنه گردن این آدم رو در اینجا شکسته میکشم. میره چی میشه؟ سلاح رو پایان کنید. برادر التماس کسی تو شود. شوهرم رو سرده. یگون کسی دیگر رو گیر. 1 ساعت پس رقص تانگویمون سر می شود. به خدا که در میمونید. چی علاقه دارد؟ مرا سر نده برادر. این کارهای عجایب و غرایب همسر من است. با همین کرسی رقص تانگو چسبیده است. ای خدایا توبه. در کسی چیز رو بینند میخواهد. آخر از این پس تانگو با من چی لازم آخر؟ همش خودنمایی است. تو آخرش دوام دهد آش شود. اما دوام نمیدهد.
در یک روز تو نسوخید. آخر تانگو یا چیز تانگو به من نمیزد. مگر همین خدمت برادر. تو همچون مرد اگر میشد با کرسی رقص تانگو میرفتی. اینقدر بسیار گپ میزنی. خاموش شو، خاموش شو. خیری سبتستن نگه، زود اینجا بیو در نمونه. یا خدایا توبه، مگر من در این حالت خیلی زود باشم گلی. با من نگویی گلی. برادر التماس شوهرم رو سر دهید. ببینید او برای برقص رفتن بهانه میجوید. توبه اینا چی خیلی آدم هستن در. ما کمی خیلی نیست، یکم گرکن آخی. ایستا جان جانم صبر کن. در اصل دل من با این جنایتکار سوخته ایستادم. عجبا چقدر دیگر در نزد پدر تو خنده کرده باشد. ای برادر صدقه شما شوم، قربانی شما شوم، شوهرم رو سر دهید. خیلی من فهمیدم تو این آدم رو مخصوص تشکیل کردی تو رو دارد و تو برقصی تنگو نروی. من مقصدی تو رو فهمیدم. بله من کردم. من با کرسی رقص تانگو نرویم گفته این رو من تشکیل کردم. من این رو من شروع کردم. من شروعش کردم. اکا مرا دار. بله دار. بله من خودم رو به دست افزوندم. من تو رو داشتم. بله تو مرا داشتی. بله بعد مرا بدار. اکا مرا داشت. این اگه مرا داشت. گوش کنید برادر، صدقه شما شود. همین شوهرم رو امانت به من دهید. همین که رقصی تانگو به آخر رسید من خودم با دستان خودم آوردن رو به شما میسپارم. نه برادر مرا سر نده ها. صدقه تو شوم مرا سر نده. مرا از اون کرسی رقص تانگو خلاص بکنی استیجا میکنم. بس آخر اگر رویم تو روی مگر من میمونم. من میروم. خیلی حالا میبینی چه خیلتون نمیروی. های برادر سر بیاخی. من میروم گفتم تو باز مرا سر ندهی. صدقه تو شوم. من میروم. چه خیلتون میروی؟ من خودم میروم. من میروم گفتم میروم. مرا سر نده. من میروم. باز مرا سر نده. من میروم. در اصل من میروم. مرا سر نده. میروم. بس کنه. اکتوب کنه. مرا از رفت دیوان آورید. بالا میشدم. توبه. خیری التجا میکنم خیری بیا زود رویم. حالا هم دیر نشده است. باز این آدم آمده تو رو دوباره نگیره. یک کفتن دیگری باز بر اومده مرا میدونه داخله. چی شده است که بسیار گپ نزن. پیشتر مرا کنه نده. زود مرا دوست هم برو بوده ایستاده. مرا دوست خیلی خدا با استادی تنگ صبر عطا کند. بیاش به پلیس رو به تو نشان میدیم. این کس پاسبانی شبه نامش حسامدین. ای سلین چخیر من مشکلی ها را از سر گذراندم. به خدا که او دیوانه شده است. با دومولوزیو عیب شد. او را در بیرون پرتفته اومده ای. اکنون او چیکار میکند؟ ای من از کجا دانم که او چیکار میکند؟ آن رو هم من فکر کنم. میدونی در نزد تاکسی با حوث زیاد ایستاده است که او هم با من میرم. من گفتم بعد یک هفته با میخوریم. بای بای. با دومولوزیو ناجا شده است. او خیر اکنون از خونه یک هفته بیرون نبراید چقدر طاقت میکند؟ طاقت میکند سلین جان؟ مگر ما یک راهی دیگر داریم؟ اگر به بیرون برای دستگیر میشود همه فکر دارند که ما در جزیره های بغم هستیم. ای به خدا کارهایتان بیشتر از این است. من رفته تیاری بینم. بخششو به کجا؟ بولید به خوراکی شو میرویم. اوه با خوراکی عاشقانه خوری؟ نه جانم این خوراکی دوستانه است. گفتم مرا از روز اول تنها ماندن از خوش نمی آید. نه جانم تو هم دومولوزیو رو از روز اول تنها گذاشتی کن. راستی آدم رو در بین تنها گذاشتی. گپ ندارم. ای باید چیکار میکردم سلین؟ مگر از پشتم می آوردم یا خدای توبه. نه بخیر است دومولوزیو. زنگ رو زیر نکردی؟ آخر در خانه خودم هم زنگ زده دارم. اینجا خانه ای من است. چی؟ بله اینجا رو از شوکت یک ماه اجاره گرفتم. شوکت مایلش برادر مایلش. اینا در اومده دستور چای نوشته. نه رحمت شب خوش بخشش که ناراحت کردم. استغفرالله. شوکت از اینجا رفتنم رو مگر 3 روز نشد. در حال نبودنم رو با پولی بد کردی. تو چی کل آدم؟ لیوین لبای جان چرا به این خیل طرف خونه آمده ای؟ معلوم است که باری اول به این خیل جای ها آمده ای. سردار اونال به من گفت که شما خوراک های چینی و ژاپنی رو بسیار دوست می‌دارید. یعنی که هنگامی در کار بودنتان یک چند مرتبه از این خوراک ها فرمایش داده بودید. خبرها با ما تیز میرسه چون که پروفسیونال است.
و تو یادی هم انا بین این انگشت رو این خیل قطیده اینش رو باشد این خیل رنگی وقت خوشو کمی قسقینه فرافا این خیل نه یعنی این انگشت رو کمتر پیشتر داری بسیار خوب میکنه انا این خیل فهمیدم تمام قریب یاد گرفتم دخمه قبیده میتونم خیل پشتی تمام چه کردم خانم وای این چی تصادفی زیبا خانم سلنه اشتهای تام تشکری زیاد با تو زری تانه شواده تصادف بوده است روز سیاه از قفامو میگردی خانم سلم پرسیدن عیب از تو شما در اینجا چیکار کرده ایستاده اید عجب و از اون طرف چه نمدار شده ایستاده اید دو دوست به خوروخوری اومده اید دوست؟ البته دوست بله جانم باز آخر چه نشد که دیگر خیلش بسیار هم سفستنه شد علاوه بر این جنایت میشد خب و شما اشتهای تام ما انا اینجا میشینیم شما دوستانه خوراخورید خفه نشوید چلن جان این یک بیادوب است مرحمت خانم تشکری زیاد مرحمت جناب من در کجا شبم رو روز کنم در مسجد منم عجبا دردم تمام نشد همه فکر دارن که ما در ماهی اصلی هستیم زهرا تو در جایگاه گرمکت خواب برو من جای خواب جستجو کنم اقلا با خونه بیرون آقای اکرام روم باز یکم کس نبیند با من نیم کاسه لقمون 4 دانه مانتو خورشی سیزر و وسبی البته خانم با شما چی جناب؟ نه نمیخید خیلی که سلنگو با من امان خیلی بیارد میشود خوب شده اما لوین جان گفتم اونم وسبی بسیار تیز است انی خورده میتوانی تیزی برای من پرابلم نیست راستی گفت خلافه را نگی مندرین میخوام چقدر که بیارن لوین میخوام لوین جان این بسیاری های میخوردد مونم خیلی تیز است شما پروا نکنید سلین جانم در وقت شما اگیش نگیره فقط خلافه رو میخوردیم ما عادت کردگیم بیامانه خانم سله در اصل ما فرزندان تیزی ها شده من در کودکیم باشیر زنجبیل سرخ پاشیدن میخوردم اما این به تیزی که شما میدونید مانندی ندارد آقای کمپان خانم سله با من تاثیر نمی کند شما این را با دوستی در میزی با شما نشسته گویید لیوین انیخ میخوری بسیار تیز است خانم سلین گفتم گو قلمفر رو رنگی بلگری میخورم تمام خیر میشود تو را با مسابقه دعوت میکنم روزی نشو نفهمیدم چه خیلی مسابقه کرد آن با مسابقه زنجبیل خوری دعوت میکنم لیوین نه یک دقیقه خانم سلین جان یک دقیقه راضی هستی ها؟ راضیم لیوین خانم سلین یکم پرابلم نیست یک دو سه سر کردیم این خیلی تیزی را خوردن کاری هر جوان مرد نیست 4 چشمه تیزی جمعی تیزش همین است؟ همین؟ با من زنجبیل تیز بیارد تیزتر باشد پیش خدمت نگومی اصل ای ماشالله چرا اینک شده نمیشه بیا توبه
قیمتش میروم. یک دقیقه. من چرا در جایگاه این یک روک خواب میکنم؟ رفته در آنجا خواب میروم. این هیچ تست نبود از کو. این چیست ها؟ اکا حالت باش نباشه اگر خواهی دوام نده. کافرنگ اصل لوین خوردن رو بخش کن که اتوش میروی. خدای تو من خوردن را بس نمیکنم. او خوردن را بس کنم. تو بس نکنی. من بس نمیکنم. گوش میکنم زهرا جون. سیلین من در اینجا زیخ شدم. جانم اگر خوراکی شما رو به بیمارخانه نبرد 1 ساعت بعد در خانه میشوم. حالا وقتی کم چی شو؟ مایرس جانم بعد میفهمونم. برای داملا زیاد خواطر شدم به فکر تو به دست رسیده. زهرا جون از آنی که به من زنگ میزنی بهترش به شوهرت زنگ زن. سیلین تو مگر گردنی مرا نمیخواه یا خودت تابه. خیلی رفتورت نه؟ خیلی داری به خودت. مایرس جانم تو بازی. لوین خوب هستی؟ زهرا وقتی زنزنیت رو نمیفتی لابه خانم. داملا در کجا در مهمانخانه هستی؟ نه در خونه محله بودم. خوب خواطر شدم گفتم یک زن زده پرسم که چی کار کرده استده؟ در جایگاه خوابم هستم بعد از یک شب. خوب مایلش شبی خوش به شما. جایگاه خوابم بسیار راحت است. حالا در جای خوابی تو خواب میکنم زهرا. جای خوب رو یافتم. خدایم چی راحت بوده است. کنی اگون چیز میابم. ای خدای من این طولین مگر دیوانه از خواب نمیراد مرا پای میبرده. برای سوختکوری اینها رو آشکار کردن یگان نشانه یافتنم نکن. رفته فرو چه؟ فراموش نمیکردی حیران میشدم. مایلش آمده ایستاده. او فرو خدای توبه این زن را بینه. این مرا صبح می شود کمیسر اونا دستگیر کردن نتوانست. قریب که این زن دستگیرم بکرد. لوین خوب هستی؟ لوین عجبا از تیزی الرژی داشته باشن. چخل؟ یعنی نمورن؟ بعد انسان‌ها از خوردن زیاد نمیرن. تو چی کار کردی لوین؟ گیرم آب مسکر. لوین رفتن. لوین خوب هستی؟ با اون نفس سونی دادن لازم است. لوین چه؟ خدا شکف است. من برده ایستادم. لوین به خدای سیما. لوین خیر. برو بکشده. هیچ کار کردی تو دیا؟ اکا من چی کنم؟ نفس سونی بیارم با تو بیا چی کار کرده ایستاده ای؟ اکا نفس بیار. اکا خوب است. چی کار میکنی تو؟
اصلا چیکار کردی؟ با خدای برو کشتی هسته چیکار میکنی؟ خدایا چی جای راحت است؟ نه حاجز زهرا بیند به خدا دیوانه میشه. دامولا شما در جایگاه من چیکار میکنی؟ نباشد بر راحت خواب بریم. از سحر باز هیچ چیز نخورده ایم. میدم دایره نواختش شده است. عجب طولین خواب باشد. کلاس برای اینجا حجره ها چنان بسیارن که از کدام حجره کی برآمدنش رو من هیچ نمیفهمم. فروخ الو باز چی میگویی فروخ؟ باز چی شد؟ من نبرآورده بودم. یا خدایا توبه. چی شدی؟ احمق دستگیر شد. تو در آنجا چیکار میکردی؟ مگر ما شما را به جزیره های بگم روان نکردیم؟ زهرا در کجاست؟ وای آقا ما در از رفته ایستاده بودیم که وای شد. من یک مهمانخانه رو فرمایش داده بودم. زهرا در دیگر مهمانخانه موندن خواست. مهمانخانه که او موندن میخواست یعنی در قفای جزیره بود. من گفتم که با اونجا نرویم. او گفت نه با اونجا میرویم. همینطور در فرودگاه جنجال شدیم. زهرا در کجاست؟ در فرودگاه موجوده شدیم چون با من جنجال کرد و رفت. نگفتم فروخ کمتر دیگر انتظار شدیم. اما دیدید نرفتم. از کجا دونم عزیزم؟ آخر باید میرفتم. اکنون شاهدی میبینی که نرفتم. سمی تو هم که در گناه اینها شریک هستی. چه؟ مادر سمی در اینجا چه علاقه دارد؟ دامولازیا نبیرم در کجاست؟ با فکرم با خانم سلین است. با فکرت این چی روی حال است؟ این خیل نکنید آخر چی گفته ایستاده اید؟ خاموش. زهرا در کجایی؟ بابا جان در جزیره های بگم هستیم. اینجا بسیار زیبا. بسیار خوب. این ساختفاری دروغگوی فریبگر هستی؟ زیا در کجاست؟ همسر همینجا سربرم است بابا جان در بام مهمانخانه خوب بسیار خوب. چور کرده ایستاده است؟ بسیار خوشحال است بابا جان. در اینجا میوه های تروپیکی خورده ایستاده است. بله راست میگویی. او برای خوردن میوه های تروپیکی بسیار شوقمند است. مرحمت. اما خیر
زهرا دومولو شما در اونجا چی کار میکنید؟ آی مگر شما به دست افتاده؟ ده زهرا در حال به خانه بیا، در حال به خانه بیا گفتم. هنوز نو آیله دار شدید. رفتارهایتان عجیب است. مگر هنگام به مای اصلی رفتن جفتهای نو جنگ میکنند؟ بابا جان همش آشکار نیست مگر؟ یعنی ازدواج اینها ساخته است. اینها کو هر دوی اینها آشکار و دروغ میگویم. هر دویشان دروغ گویم. همین که میفرو؟ عزیزم ممکن؟ یعنی شاید البته از روی تحقیقات ها در بین جفت‌های نو هنگام به مای اصلی رفتنشون اصلا 98% مناقشه میکردند. اینه بله اما بعد از گذشتن این مناقشه ها 100% خوشبخت میشدند. یعنی در بین جفت‌های نو این خیلی چیزها میشدند. تشکر زیاد آقای شمی. بابا جون بسیار عذر میپرسم. من این خیلی کار رو برای نرنجیدن شما کردم. دخترم در اینجا یگان جای بخششش نیست. من از شما این را میخواهم که محبتی در بین شما بوده هیچگاه گم نشود. تا آخر عمرتان خوشحال و خوشبخت زندگی کنید. همین خیلی نه؟ البته. کن یک دیگر را آغوش گیرید، بو یک دیگر را گیرید و به حجرتان روید. بابا جون وعده میدیم دیگر ما هیچ گاه مناقشه نمیکنیم. همین خیلی عشقم. البته جانکم. عشقم رشید چی شد؟ رفتیم. به شما شبی خوش. شبی خوش. چی شد؟ این ازدواج ساخته است گفته ای شدم ساخته. یعنی این رو بینا هیچ جان نکرد، هیچ غضبی نشد. یعنی یک آفرین گفتنش من تو خلاص کپ ندارم. مادر ما یک عائله بزرگ هستیم. دومولو شما چرا این خیلی کارو کردید؟ چی شد؟ چی کردم؟ باز چی میکردید که؟ باز چی کردنی بودید؟ قریب بود که همه‌اش رو برباد میدادید. شما در اینجا چی کار میکنید؟ چی کنم خانم زهرا؟ شوکت خانه محله بوده را با اجاره داده است. من باشم مجبور به اینجا آمدم. دیگر جای ایستادن نداشتین مگر؟ بله نداشتم. چی کنم؟ خیر خوب شد که از اینجا و اونجا گشتم به خانه گرممون برگشتیم. به خانه همون؟ با حجره همون یعنی. ماله شکر که از سرمون گذشت. بله از سرمون گذشت. بله خوب شد که شما باز به جایگاهتون برگشتید. من باز با فکرم در زمین خواب میکنم. بخیر باشید اکنون. میگویم که همین ماشینم رنگ زمین دوی من. خدا راست میگنی جان تگردون بگوی علینا. شوکت برادر تو در اینجا چی کار میکنی؟ ماشین رئیس رو سازه کردیستم. راننده خسرود شده مخیه. با عرق جبین پول کار کردیستم نه؟ آخه چرا با من نگفتی؟ چرا با من نگفتی شوکت؟ چشم تو سنگ میکتونه برادر؟ خدا را شکر گفتی برادر صاحب جای کار شده است از تو پول طلب نمیکنه. بخیر است نمیگویی برادر؟ بخیر باشه شوکت. رحمت برادر جان. آخر شوکت تو ای برادر گوش کن. بس بدگی همین نصیحت کنی. نه یک جای کاری حلال یافتین. روز مومتی کار کنیم یا که برام قماربازی کنم. قماربازی برام؟ شوکت مگر من این رو گفته ایستادم. های دیوانه خانه رو چرا به اجاره دادی و به من نگفتی؟ خانه رو؟ از کجا فهمیدی؟ دیشب رفتم. چرا رفتی؟ تو چرا به اونجا رفتی؟ خیر مالش با تو گپ زدن نمیشود. مرا گوش کن. آقای اکرم رو نرنجان با دقت باش. بیام برادر چنان کار میکنم که تراکتور اگر خیلی کار کنه میشکنه. دیل روی یک درصد رفت. خیر نباشه. تو جوخی؟ خوبم. خودت رو احتیاط کن برادر. مسئول نباش. دوم الله. در باه گل چیدم شوکت ماشین ششتم. مجلس بود دیر موندم. داملا زیادلو همش از برای توست. نگذاشتی که خوب خواب رویم.
باز چی تو مگر با من قصد داری؟ تو قصد میکنی برادر؟ تو با من نگر حالی مرا ببین؟ نه یگان درد ندارم خانم، یعنی بسیار هم عذر میخوام. این فکر کنیم یک ثانیه من به شما یک سالسیت درست کنم چون که چیز گوید روش است. نمیخواهم. تو حالی مرا نگاه خود بدتر کردی مرا. بله من عذر پرسیدنی اما خندم آمده ایستاده است. همین خیلی خندت میاد ها؟ بله بسیار وضعیت عجیب نه؟ اما حاضر کاش که من هم شما رو چنین تر کنم بعد باشد همین خیلی خنده میکنم. بهتر بیاش. خانم گوش کنید، هیچ نباشد سالسیت رو میگیرید سر سالسیت رو خید از پشتی من نهایید. برایتون نگون کار کنم خانم؟ بله گرتی مستگر مرا نروحت نکنه و از پیشم نبراید. مایلش از پیشتو نمیبرایم، اما اول شما یک بار مرا گوش کنید. گوش کنید، با کار دیر مونده ایستاده بودم. امروز مجلس داشتم و باز ندیدم. آخر مرا ببخشید چون با محله در آمدم چون این حادثه ناخوش شد. در نزد شما بسیار شرم داشته ایستادم در حقیقت. تمام شد؟ اکنون روید. بسیار هم اکشن از این دختر باید عذر بخواهم. خانم باور کنید بسیار شرمگین شدم. من چرا مادری اون کیلو فروش ناومد؟ زنگ زده خبر هم نداد. عیب شد عیب. بله من هم نفهمیدم. اون که به تو رو بسیار دیدن میخواست اما نفهمیدم. هیچ زنگ نداد. در حقیقت 1000 مرتبه 100,000 مرتبه میلیون بار از شما بخشش میپرسم. یعنی برای شما یگان کار باید کنم. لطفا بیاید چیکار کنم؟ آخر من از شما هیچ چیز نمیخواهم. با فکرم شما مرا نمیفهمید. نمیخواهم. سلام خانم چی خیلی؟ خوبم. تو چی خیلی پسرم؟ تشکر زیاد. نمیشود در حیات نمیشود. یعنی من با این شرمگینی زندگی کرده نمیتوانم. لطفا بگوید چی کار کنم برایتان. ها دخترم با تو چی شد این خیلی؟ مادر جون چی خیلی شد؟ نمیبینید سر و رویم پر از مای شد. این آدم از من قصد دارد. دیونه این تا پتایو هست. اما مرا رنجانده ایستاده اید. شوکت را بینه گویا که دیگر کار نیست. راننده آقای اکرم شده است. اقلم به سرم یکم بلا نوارد. دوملا شما با ماه اصحال نرفتید؟ در اون طرف های جزیره های بگم توفون بوده است. چی بوده است؟ اجازه ندادن برای رفتن. خوب شد که نرفتید. اگه به دوملا میموندیم. همین خیلی. خیلی تو بازی دوملا با شما هم مثل شرلک هولمز است. چی گپ است اونجا؟ مگر من به این خرگوش نگفتم که از خواهرم دور شویم؟ اینجا چی میکنه؟ در حقیقت در نزد شما شرمگین هستم. عجبا چی کار کنم ها؟ شما هم گپ رو دوام داده ایستاده اید نه؟ عذرم را قبول کنید خاموش شوم. این خیلی نمیشود. مادر من اینها رو در اینجا تازه کرده نمیتوانم. و خونه رفته تازه میکنم بعد نمیدونم چی میشود. اما گوش کنید آخر. خانم یک لحظه ایستید. خواهش میکنم از پشتی من نآیید. اما تاب شما رو خیره کردم. عذر میپرسم از شما ها. آشکارا خواهرم روغم داده ایستاده است. به شرف رو بین. من عذر پرسیدنتون رو تماما نمیخواهم. مرا تعقیب نکنید. التماس مرا راحت گذارید. با خیر است خانم بتول. چی شد مگر این حریف شما رو ناراحت نکنه؟ دوملا با شما دخل ندارد. دخالت نکنید التماس. با خانم بتول گرزده ایستادم. با تو نه. دوملا یگان جای ناراحتیش نیست. اگر این خیر شود خدا رو شکر من خودم رو مدافع کرده میتوانم. چی که جواب داده؟ بخشش نمیفهمم برای چه بینیتون رو میخلونید؟ خواهر عزیزم جواب دندان شکنه ندارد. من با تو نگفتم که از خانم بتول دور گرد. دوملا صفصته گفته ایستادید. گوش کنید دفعه گذشته هم همین خیلی گفته بودید. در بین یگون چیزی به شما علاقه‌مند نیست. چی علاقه داشتن و نداشتنش رو من خودم قرار میدم. دوملا من میروم. شما با موضوع خاصتون سر و کار گیرید. چی اگر واسه شیطان میگوید که هر دفعه برای این دختر آب پاشیده بعد رفته عذر پرسید. با خوبی گفتم این حریف نفهمید. ادب این رو دادن لازم. خوشکار. خب اینجوری همشهریم کلی بیاشینیم. چی شد که جوهر؟ چی نشد؟ تو اینجا امضا گذاشتن رو فراموش کردی. این چی؟ الان چی؟ الان زمین بیکار خوابیده از آقای منزگی است کو برای خلق ملت در یک کاری خیلی استفادهش میکردیم. الان اون استفاده گوش کن هجری. بعد و اداره نتیلی میرویم. خب میدونی همه جا پر از شغال شده. تو آشکارا فری میکنن به خدا خبر نمیابی. بلش؟ آخیره که جوهر من از استادم پرسیدم جایز نیست گفتم. اون در گذشته بود داملازی ها حاضر هست. رو به تعطیل و به دوری ها.
استادم اومدن. این برادر از خیابان اومدن. استاد از ماهی اصلی زود برگشته. هجری خوش اومده استاد. یگان سوال داشته باشه شرم ندار بپرس. من سوال ندارم، اکی جوهر سوال دارد. خوش آمده داملو جان. خوش باشه. اگر سوال داشته باشد مرحمت دهید. نه من سوال نداشتم. من سوال رو چی کنم؟ کار دارم. خوشمانه. اکی جوهر بپرسه. این برای از کجا بر اومدن؟ کنشین هجری گوش کن. این جوهر بسیار آدمی خطرناک می‌نماید. احتیاط کن. این حریف اگر با تو امضا گذار گفت به اجازه من امضا نگذار که تو هم به دوزخ میروی. فهمیدم استاد، فهمیدم. خوب. چیزی بسیار فایده هم کرد. عقلم به سرم در آمده. و خود آمد اکا از برای خدا گوش کن. در اولش ما شرط رو قبول کردیم، اما بعد چی شد؟ تا سحر در بیمارخانه بودیم، چشممون خواب رو ندید. سرقه تو شبم دو رو گیر. کاری تو چی احمق؟ من به زیارت داملا آمدم. مزه دهانم رو ویران نکن. مرا گوش کن. کلی دویده رفته از آنجا تارد مارد گریته و داملا برید. من هم روم خیابان رو میبینم. پیش درو کنید. روز بخیر. روز بخیر. با چشمانی ترسانش آب می نوشید. بعد سرش رو راست برداشت. چرا؟ چی گفتی تو های؟ چرا؟ پول از خوب است؟ این چی نگاه دارد؟ مرا گوش کن. تو دینا شب از من پینهانی یکم چی نوشیده بودی ها؟ این چی خیلی کم دنی هستن؟ چشمانی شهلای او به دل من مانند تیر زده در آمد. تو کی گفتی شده ها؟ دیوانه شده مگر؟ این دختر محله ما خیبت تو خیر. چیکار کرده شده؟ چیکار کرده شده؟ آرام. چی گیرم؟ از شیرینی هایش یکم چیز بگیر. یا خدایا. ساموسا گیره. یکم شیرینی هم گیره. مالا شاگر میگی. خانم. انا. بله. بعد سوالات رو میپرسی و حالا قوه جواب دادن رو نداری. مایلش استاد این سوال رو بگو می. سلام علیکم. علیکم السلام. چلی داملا خوبی؟ بخیر است؟ بخیر. اگر وقت داشته باشی بعد این نماز به همین ماشین یک گیری شاید فرض گردم. آقای اکرم کجاست؟ او در خانه است. من بعد کار کم تاکسی میزنم. خیلی احتیاط کن بین باز ماشین رو ویران نکنی. انا همین است آقای پلیس. داملایی که مرا لطو خوب کردن همین است. داملا زیاد شمایید؟ منم. از روی شما شکایت شده است. همراه ما با شعبه پلیس میروید. بخیر است؟ آقای باز میپرسده مرا لطو خوب کرده بیمار کردی. محترم پلیس خطا نشده باشه. لطفاً داملا مشکلی نکنید. مرحمت میروید. مالش. چی گپ هست؟ آقای پلیس روز بخیر. چی گپ شد؟ داملا را با کجا میبرید؟ شما کیستید؟ من از جماعتی داملا هستم آقای پلیس. از روی از شکایت کردم. یا خدای تو با شکایت ها؟ برادر برای با ما میبیم میبرم. مرحمت داملا. سلام بگیر درد نزن. حالا تو میبینی داملا و مشتهای زده از جواب میگویی. این احمق کیست ها؟ با خدا که نمیدونم اکا. داملا چیکار کرده است که او رو میبرن؟ نمیدونم اکا. با خدا ساخته بودنش آشکار میشه. چیکار کنم من؟ شوخی با شوخی داملا رو برده ایستاداندی؟ اکا برگردانم.